نداری طاقت یک زخم سوزان، نمی ترسی چرا از سوز گلخان؟ اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل بینندگان شبکه صدای امید. خوب برادرای عزیز، امروز چهارم دوره هفتم قسم است، آزمون قاریه را. خوب انشاءالله که شما میتونین با حاضر تماشا کنین. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل بینندگان شبکه صدای امید. خداوند یار و مددگار هر یکی ما و شما باشد. خوب انشاءالله که امروز چهارم برنامه ما است، یعنی که آزمون قاری بچه ها. همتون خوش آمدین. کدامی که آمده انشاءالله خیلی بسیارش خیلی آمدگی نیستن. ما اینجا 10 نفر نمبر میگیم، شاید 5-6 نفر بیاین. خب انشاءالله که با خیر است، با همین میگذرونیم انشاءالله. حاضر برنامه را شروع میکنیم، با حضرت تماشا کنین. خب قاری حمزه سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش اومدین با این آزمون قاریا. خود رو معرفی میکردیم برای تماشا بینون. نام من حمزه علی. قاری جان چند پاره هستین؟ کل هستم. خلاصه ماشاءالله بهترین. خب یک قرائت میکردیم بسیار خوب میشه. از سوره فصلت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز. باورکنین راحت کردیم. قاری جان خوب یک میدیدید انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که قاری جان انشاءالله که بهترین آواز، بهترین قرائت، بهترین تجوید. میگم چی گفتنی نیست. ماشاءالله قاری جان بهترین. خب انشاءالله یک غزل میخواندین. آمدم به درگهت تضرع دعا کنم، ز سوز دل بخوانمت
شور و نوا بپا کنم، هزار بال و بیشتر توبه اگر شکستم، آمده ام بار دیگر به توبه ام وفا کنم. یک شب اگر نیامدم به درگهت بهر نیاز، کنم بگیری خانمت به مثل نینوا کنم. خشم اگر نموده ای ذکرده های زشت من، به آه و ناله آمدم تا که تو را رضا کنم. فقیر و زار و خسته ام، حقیر و دل شکسته ام، تو هم اگر برانیم کجا روم چه ها کنم. تو هم اگر برانیم کجا روم چه ها کنم. الله ربنا و هو رب العالمین. ماشاءالله قاری جان، گفتی قاری جان که یگان سخن ندارین، همه طرفه بهترین. خب انشاءالله شما رو در دور دوم انتظار هستیم. قاری حجت الله. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این آزمون قاریا. خود را یک معرفی میکردی برای تماشابینان انشاءالله؟ من حجت الله از دهه پاروی شهر راغون باشم. سلامت باش. قاری جان چند پاره هستین؟ 11. ماشاءالله. خب یک قرائت میکردین بسیار خوب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان، درباره آوازتون یگان چی گفتنی ندارم. بهترین آواز فورم دارین انشاءالله. آواز خیلی میبینه قاری جان که یگان حرف ده انشاءالله که قاری جان بهترین آواز، بهترین قرائت و از تجویدی گیریم. در بعض جای ها مد رو نکشیدین و حرف های میم رو در اخیر کلمه ها قلقله کردین و بعدا وقضی بینهم بالحق گفته ایستادین، قاف رو قلقله کردین یعنی غفظ خوندین و بعدا بالحق گفته باز غفظ خوندین در حالتی که زیر می شود. انشاءالله که خطاگی ها اصلاح می شود بهترین است. ماشاءالله بهترین انشاءالله. خب قاری جان یک غزل میخوندین. چما زاغ البصر در ما سفی چشمی خمار آمد. چما زاغ البصر در ما سفی چشمی خمار آمد. رخش باز وری و شمس رشکی صد بهار آمد. رخش باز وری و شمس رشکی صد بهار آمد. دیگر واللیل انبر در صفاتی حلقه مویش. دیگر واللیل انبر در صفاتی حلقه مویش. معطر گشت از بویش ریاحین شرمسار آمد. معطر گشت از بویش ریاحین شرمسار آمد. بفرقش افسری طه بدوشش خلعتی یاسین. بفرقش افسری طه بدوشش خلعتی یاسین. به ملکی هر دو عالم با سزا و شهریار آمد. به ملکی هر دو عالم با سزا و شهریار آمد. همان صدیق یارش را نخستین رازدارش را. همان صدیق یارش را نخستین رازدارش را. و پای نازک اندر غار تیره شیمار آمد. و پای نازک اندر غار تیره شیمار آمد. عمر باز در بدر کرده به جان جسمی فرزندش. عمر باز در بدر کرده به جان جسمی فرزندش. به عدلش در میانی امتانش با وقار آمد. به عدلش در میانی امتانش با وقار آمد. دیگر عثمان ذی النورین با حلم و حیا را بین. دیگر عثمان ذی النورین با حلم و حیا را بین. که زو در صفحه مجموع قولی کردگار آمد. که زو در صفحه مجموع قولی کردگار آمد.
آمد. علی را شعر الله دان، به احمد یاری آگاه دان. علی را شعر الله دان، به احمد یاری آگاه دان. مسخر ملکتی قهقه، به ضربی ذوالفقار آمد. مسخر ملکتی قهقه، به ضربی ذوالفقار آمد. به انگشت بیکند از بن، همان دروازه خیبر. به انگشت بیکند از بن، همان دروازه خیبر. به یاری محمد حسرتی دلدل سوار آمد. به یاری محمد حسرتی دلدل سوار آمد. خدایا بخش اقبالم، به درگاهی تو منالم. خدایا بخش اقبالم، به درگاهی تو منالم. که نقاش چون غبار بر درت امیدوار آمد. که نقاش چون غبار بر درت امیدوار آمد. که نقاش چون غبار بر درت امیدوار آمد. اللهم صل وسلم و بارک علیه. ای باور کرد اگر 1 ساعت همه خوندی گوش میکردم. به نهایت آواز فورم به نهایت خوب خوندین. انشاءالله همه طرفا بهترین. انشاءالله که شما رو در دور دیگه انتظار هستیم. قاری جان خداوند نگهبانت. قاری اکمل. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین. با آزمون قاریان خود را یک معرفی میکردی بهر تماشابینان انشاءالله. اگر تو دوستی ما برادری ما باشی میخواهی ما رو دستگیری کنی از شهر مسکو و مسکوفسکی اوبلاست سرحد قزاقستان گذشتن میخواهی تنها با کمپانی حجانی ما مراجعت کنیم. بهترین کمپانی در شهر مسکو است. شما رو ساق و سلامت با خواست الله برده میآورد. زنگ زنید انشاءالله بهترین کمپانی هست. برادران اگر در کدام دولت هم که باشین الکترونی بلیت خریدن خواهید از آن همین برادران با نرخ ارزان به یگم شبهه به باوری خریدن میتوانید. زنگ زنید نرخ و رو بپرسید. من قاری اکمل از ناحیه رودکی. سلامت باش قاری جان. چند پاره هستین؟ کول هستم. ماشاءالله. خب یک قرائت میکردین بسیار خوب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظیم. سلامت باش قاری جان. آوازت بهترین انشاءالله. خب قاری جان یک میدیدین انشاءالله بهترین قرائت بهترین آواز در تجوید در حرف های نون یعنی نکشیده وطمئنوا بها شما نکشیدین همین مد رو. بعدا حرف هی سبک رو قلقله کردین. حرف صاد رو خوب نبرآوردین و حرف ح رو غفص نخوردین. تحتهم
حفظ می شود و کمتر حرف ها رو یعنی روشن نمیخونید. انشاءالله که بهتری می شود. خب سلامت باش قاری جان، بهترین انشاءالله. خب یک غزل میخوندین انشاءالله. ای صدر بدر عالم یا مصطفى محمد، ای نور هر دو عالم یا مصطفى محمد. ما خود تو را ندیدیم، نامی خوشت شنیدیم، دینی تو برگزیدیم یا مصطفى محمد، دینی تو برگزیدیم یا مصطفى محمد. نامی تو گر نبودی ایمانی ما چی بودی، از ما نشان بودی یا مصطفى محمد، از ما نشان بودی یا مصطفى محمد. در مکه بود مکانت، بالای عرش نامت، حق مدهد سلامت یا مصطفى محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلامت باشین قاری جان، بهترین آواز دارین، خواندن از بهترین و اما همین میجقین خطونه در وقتی خواندن جقیده میخونین، همون آوازتون با قوت حرکت کنین که همین که هویش بیتین ده کم ترک آواز هم جقیده میخونین در حالت همین غزل خواندن هم در حالت آیت خواندن هم همون سرش بیتین. انشاءالله دیگرش بهترینه. انشاءالله که در دور دویم شما رو انتظار هستیم. خدا نگهبان. قاری محمد امین. محمد امین. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین با آزمون قاریا. خود رو یک معرفی میکردی بحری تماشابینانی که حال تماشا دارن خمونا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من قاری محمد امین از ناحیه دنقره هست. سلامت باشه قاری جان. چند پاره هستین؟ پوره اما قریب یک پوره، هر جا خواهد یک نیم پوره. سلامت باشه ماشاءالله هست. خب یک قرائت میکردین انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلی العظیم. ماشاءالله قاری جان، آواز فاره هم دارین، بهترین است انشاءالله. خب قاری جان یک میدید انشاءالله بهترین قد اکای قاری جان بهترین آواز در حرفای لوم، حرفای
جیم و حرفای قف و حرف ت کمتر تجویدی سست است، یعنی تلفظ خوب ندارد. و بعدا در حالتهای زیر و زبر که غفص و تنو خونده می شود کمتر سست است. و ناقة الله و سقیها، نه همجا کم نکشیدن انشاءالله بهترین است، اصلاح می شود انشاءالله. سلامت باشین قاری جان. خوب یک غزل میخونی قاری جان. شوم قربان تقی ابروانت یا رسول الله، شوم قربان تقی ابروانت یا رسول الله، شود جانم فدایی گسوانت یا رسول الله، چو مه بین نجومی از تکلمهای دربارت، شکر میرخت از نشی زبانت یا رسول الله، شکر میرخت از نشی زبانت یا رسول الله، به دنیا آمدم من از برای دیدنی رویت، به دنیا آمدم من از برای دیدنی رویت، شنیدم صد درغا از خزانت یا رسول الله، شنیدم صد درغا از خزانت یا رسول الله، ندیدم حسرتا من در جهانان روی زیبایت، زی دنیا می روم با آرمانت یا رسول الله، زی دنیا می روم با آرمانت یا رسول الله، بری تعذیب امت غارا بیت الحذر کردی، بری تعذیب امت غارا بیت الحذر کردی، همه هوش و طیوران در فغانت یا رسول الله، همه هوش و طیوران در فغانت یا رسول الله، کشیدی رنج‌هایی به عدد چندان در این فانی، همیشه از برای امتانت یا رسول الله، تمامی امتانت صدقه یک تارگ سویت، فدای خطره اشک روانت یا رسول الله، تمامی امتانت صدقه یک تارگ سویت، فدای قطره اشک روانت یا رسول الله، گذشتی از پدر و از مادری خویش از بنی امت، صدای امتی کردی دوامد یا رسول الله، بروزی حشر واقف باش از این قوم عصیانت، نسوزد تا به دوزخ آسیانت یا رسول الله، جنونی معصیت آلوده و خستی سفر دارد،
طفیل امتانت کن شفاعت یا رسول الله. اللهم صل و سلم و بارک علیه. ماشاءالله قاری جان، بهترین آواز، بهترین خواندن. آهنگ شایکی باشه. ای قری زبد. ماشاءالله بهترین انشاءالله. خوب انشاءالله قاری جان، شما رو در دور دوم انتظار هستیم. زنده باشین. قاری علی شیر اگر میشین میبر اومدن انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین با آزمون قاریا. قاری جان خود را یک معرفی میکردی برای تماشا بینید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با حاضرین اینجا و کل هموطنان و بینندگان شبکه صدای امید. زنده باش قاری نامم جان. علی شیر سفالوف از ناحیه غرب. ماشاءالله قاری جان. خب قاری جان چند پاره هستین؟ من تیار کرده. ماشاءالله. خب قاری جان یک قرائت میکردیم بسیار خوب میشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ماشاءالله قاری جان، همه طرف بهترین، هم آواز هم تجوید، همه طرف. خب قاری جان باید میگفتید انشاءالله که قاری جان بهترین آواز، بهترین قرائت، بهترین تجوید، ما یگان چیز گفته نیستیم انشاءالله. ماشاءالله قاری جان. خب قاری جان یک نشید میخوندین انشاءالله، یک غزل میخوندین.
سرمه سازم خاکی پایت یا محمد مصطفی سرمه سازم خاکی پایت یا محمد مصطفی جانی من بادا فدایت یا محمد مصطفی هستی رحمت بهر امت ای حبیبی مهربان دلها اندر هوایت یا محمد مصطفی در شبی معراج دیدی عرش و کرسی و قلم داده است همت خدایت یا محمد مصطفی تحفه آوردی ز معراج ای حبیبی انس و جان تحفه آوردی ز معراج ای حبیبی انس و جان بهر امتها هدایت یا محمد مصطفی بهر امتها هدایت یا محمد مصطفی تا نماند در ضلالت عاصی و جافی یقین تا نماند در ضلالت عاصی و جافی یقین جمله را کردی حمایت یا محمد مصطفی هر کی را بهری دوا پیشی تو آمد چاره جوست یک نظر سویش کفایت یا محمد مصطفی یک نظر سویش کفایت یا محمد مصطفی هر کی کرد تکلیف مهمانی غنی یا کی فقیر هر کی کرد تکلیف مهمانی غنی یا کی فقیر بشکفت تعبیر سایت یا محمد مصطفی ای سری من خاکی پایت جانی من قربانی تو ای سری من خاکی پایت جانی من قربانی تو چون شدم مستی لقایت یا محمد مصطفی چون شدم مستی لقایت یا محمد مصطفی اللهم صل وسلم وبارك عليه ماشاءالله قاری جان بهترین صوت بهترین خواندن بهترین آواز انشاءالله که شما را در دور دوم انتظار هستیم ماشاءالله قاری جان خوش آمدید متاسفانه برادرای عزیز زیاده از 10 قاری دیگر نیامد است در امروز خیلی نمیدونم 4 کس بوده 5 کس بودن اومدن خیلی انشاءالله که اشتراک کردن بهترین خیلی انشاءالله که عاقبتش بخیر است انشاءالله که دیگر قاری قبول نمیکنیم برادرای عزیز این آخران موضوع یعنی که یکم راوند دوش است ولی بعد از این انشاءالله که باز خیلی قاری بچه‌ها میبیان امروز دیگر قاری قبول نمیکنیم اما برنامه‌مون دوام دارد انشاءالله قاریایی که آمدن باز انشاءالله پول فینال بگیم و پول فینال گذشتگی هستند
کدامش که غلط دیگه انشاءالله انا در پول فینال انشاءالله که خوب دقت میدیم و خطاگی را انشاءالله بعد انشاءالله که فینال می رود. این هم بود نوار امروزه ما. در حق ما با دعا باشین، خداوند رو مددگارتان باشد. انشاءالله که دیدار قاری برای ما یک غنیمت است. خداوند نگهبانتان.